پدران شما زمانی که میگفتن جهاد هست درست میگفتن. الان جهاد با کی؟ چگونه؟ که فرمانده این جهاد باشه؟ ادعا میکنن که اینا بر علیه روافض میجنگن. اگر واقعا در این حرفشون صادق هستن، چرا یک بمبگذاری در ایران نکردن؟ ما طرفدار بمبگذاری و نمیدونم کشتن و بستن و انفجار دادن نیستیم. مثلا خلیفه شما کیه؟ ضربه زدن به اسلام و به مسلمان ها شما کار دیگری نداشت؟ اگر واقعا راست میگید برید این مراجعی که رأس فتنه در عالم هستن اینا رو بکشید. اگر شما واقعا راست میگید. وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا. روایت است که عبدالله بن عمر زانو خواستش بسیار یک خانم زیبا داشت، دوستش هم داشت. در جهاد ای ذره سستش کرده، در جهاد سستش کرده، مانعش هم نشده. عمر زانو گفت خانم تا طلاق بده. امر کرد، گفت ما پدرت هستم میلش کن. گفت دلیلش همیست که در جهاد تو را سست کرده. گفت نه یا رسول، قبول نکرد. رفت شکایت کرد به رسول الله سلام، از بچه خود شکایت کرد. او خود رسول الله سلام خود رئیس بود، نه رئیس دولت بود. گفت یا رسول الله من بچه من میگم طلاق کو نمیکنم. شاید پرسان کرده باشه پیمسم چرا. گفته این بعد از عمر خواست عبدالله را، گفت که پدرت چی میگه؟ گفت میگه این تو. گفت اطیع ابا. گفت از پدرت اطاعت. آفرین از اون، یعنی خانم بسیار بر انسان شیرین است والله. قساخت است نه. رفت خانم خود طلاق بود. برو طلاق است، طلاقش داد به خاطر الله، خاطر که در جهاد سستش کرده بود. حالا ما رو میگن میگه پای سوچای بالا رو نزنی کن که باز ما خراب میشیم. کلگی میگم، مادرم میگم، پدرم میگم شعله تا بخو پرده تا بکو، شعله تا بخو پرده تا بکو. نگفتیم که کارا رو نکنی؟ دیدی هیچ کس به دردت نخورد. ما میگم خود دیگه این میخو گپ اسلام میست، ما میکنیم. نمیشه. گفتم مجبور هستم. گفت کی مجبورت کرده؟ تو ما الله حکمش. از او سنم میترسم، هم از ایسو میترسم، از او بندی خانه میترسم. او بندی خانه را شدید میدانم. خیر ای بندی خانه گمش کن. این جدایی خانم آسان است، اونجا رو با چی میکنی؟ از او میترسم. عالم بسیار مسئولیتش کلان است. عالم شدن آسان نیست. مجبور حق بگویی دیگه، نگویی خب. حدیث صحیح است که کتم علما، کسی یک علم پنهان کنه که او علم ضروری است، الجمه بلجام من النار یوم القیامه، قیزه آتشی در دهنش انداخته میشه. یه حدیث صحیح است. بسیار علم آسان نیست دیگه.